حادثه شنیدم از نزدیکانم. گفتند فلانی آدمی خوب بود، از عالم گذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از الله هستیم و بازگشتمان به نزد اوست. نقل کردند که در روز جنازه و روزهای بعدی زنهای محله مرده را کنار مانده غیبت میکردند. چنین میگفتند میدانید سبب مردن مرحوم دخترش بود. او بسیار پدرش با پرابلم‌هایش ضیق میکرد. حال آن که پیدا شدن و مردن در دست الله است. هیچ برگی از درخت نمی افتد به آگاهی الله. این در سوره انعام آیت 59 آمده است. اینک نقل میکنم. دختر کلین خاندانی دیگر است. شوهرش یک نفر، بیایید حاجی نام بریم. وقتی که کلین خانه یعنی او همان دختر مرحوم میفهمد که شوهرش زنی دیگر گرفته است، خرخشه و نافهمی های اویلوی را سر میکند. کلین خانه مشکلی هایش را هرگاه به خانه پدرش میکشانیده است، به آن معنی که شوهرم زنی دویم گرفت، من با وی زندگی کردن نمیخواهم. قصه کوتاه، زن دویمش صاحب فرزند می شود، اما زن یکم شرط می ماند، من یا او. همین طریق حاجی به خاطر ویران نکردن عائله رسمیش گویا از زن دویمش جدا می شود. اما الله تعالی می فرماید از زنان هرچی شما را پسند افتاد، 2 3 و 4 به نکاح درآورید. سوره نیسا آیت 3. یعنی جاهلیت مردم نادان به ویران کنی عائله ها آورده می رساند. عمل شوهر گناه نبود. شوهر از حقوقی که برایش الله تعالی داده است استفاده کرد. زن اگر صالح می شد، شوهر را احترام کرده و باز علاوه بر این نمی رنجانید تا راه آخرت خود را هموار کند و به بهشت حرکت نماید. اما مردن پدر سببش دختر بود. سوال، ارکان ایمان را نگاه میکنیم. در حدیث آمده است: 1. ایمان به الله. 2. ایمان به فرشته ها. 3. ایمان به کتاب های آسمانی. 4. ایمان به پیغمبران. 5. ایمان به روز قیامت. و نهایت 6. ایمان به تقدیر، هرچی نیک است و یا بد. ایمان به تقدیر، فرمان الله تقدیری حل شده است. سوره اصحاب آیت 38. پس چنین که باشد ما باید از گناهانمان پشیمان باشیم. چند گناهی که مردم کردند: 1. مرده را مانده غیبت کردند. 2. نافرمانی به گفته های الله، یعنی مانع زنگیری شوهر شدن. 3. تقدیر ما را الله پیشکی حل کرده است، چنانه که در سوره اصحاب آیت 38 شنیدیم. در این حادثه کی درست است و کی خطا کرده است ما چیزی نمیگوییم. خلاصه از جانب شما الله تعالی ایمانمان را کامل گرداند و ما را به راه راست هدایت فرماید.